اینجا آمریکاست و زنی که در کنار خیابان نماز می‌خواند یک هنرپیشه آمریکایی بوده. او علیرغم جو سنگین موجود در این کشورها و تبلیغات وسیعی که علیه حجاب صورت می‌گیرد به تازگی مسلمان شده و به خاطر شریعت جدیدش حاضر شده از شغل خود دست بکشد. تجربه من اینجا برای تغییر پوششی که داشتم مانند پروانه‌ای بود که ابتدا در پیله تحت فشار بود، اما در نهایت تبدیل به پروانه‌ای زیبا شد. فراموش نمی‌کنم برای حفظ زیبایی ظاهر و تناسب اندام مجبور به مصرف مواد مخدر می‌شدم، اما الان با حجاب احساس بهتری دارم و با اعتماد به نفس بالاتری قدم برمی‌دارم، چرا که نیاز به توجه و جلب نظر دیگران ندارم و خداوند حامی من است. بهترین خاطره من همان روز اولی بود که به فروشگاهی رفتم تا لباسهای پوشیده بخرم تا هم به خداوند احترام گذاشته باشم و هم به خودم. دیگه نمیخوام به دوران گذشته برگردم. متاسفانه من قبل از محجبه شدن از این لباسهای عریان و نامناسب استفاده می‌کردم. این هم کفش من بود. اما همه اینها متعلق به گذشته است و دیگه هیچ نیازی به اونها ندارم. هیچ نیازی. اما به غیر از این بانوی تازه مسلمان شده در هالیوود، در نقاط دیگر دنیا هم بسیاری هستند که سرگذشتی چون او داشتند، مانند اینجا در فرانسه. شاید باورش سخت باشد دختری که حالا اینگونه با این حجاب کامل جلوی دوربین قرار گرفته است، پیش از مسلمان شدن یکی از معروفترین خوانندگان رپ در فرانسه بود. پیش از مسلمان شدنم در یک بیابان برهوت راه میرفتم، بیابونی که هیچ پایانی نداشت تا اینکه با اسلام آشنا شدم. خیلی بهشون برخورده بود که چرا من چنین تصمیمی گرفتم. حتی برای ضربه زدن کارهای متفاوتی کردند. مثلا اونها چه کارهایی کردند؟ ابتدا فیلم ها و مصاحبه هایی که درباره با حجاب شدنم روی یوتیوب گذاشته بودند رو حذف کردند و یا بعد تصاویر پیش از مسلمان شدنم رو در پاریس پخش کردند. در واقع اون تصاویر خصوصی رو سرقت کردند و با اون عکس ها بازی بسیار کثیفی به راه انداخته بودند. اما چه می شود که دیامز به یک بار مسیر زندگیش تغییر می کند؟ حجاب با ارزش ترین گنجیه که به دست آوردم و حاضر به ترک اون نیستم و این تصمیم بزرگ و تغییر بزرگ در زندگی با حجمه رسانه‌ای روبروست. حجاب به من شجاعت، شخصیت، صبر، اعتقاد راسخ و معنویت قوی میده. حجاب من رابطه با خداست. من خودم شخصا تصمیم گرفتم با حجاب بشم و با همه اعضا و جواره هم میدونم که باید با حجاب باشم. هنگامی که در اماکن شلوغ به من خیره میشن آسوده هستم. من با حجاب خودم رو یافتم، هرچند که دولت فرانسه فکر کنه روسری من برای اونها یک معضله. اسلام و حجاب کابوس دولت مردان انگلیسی هم شده است. اسلام در خانواده نخست وزیر سابق انگلیس هم ریشه دوانده، هرچند آنها ناراضی باشند. این زن لورن بوس خواهرزن تونی بلر است. او یکی از هزاران زنی است که در انگلیس به اسلام گرویده است. بعد از اسلام آوردن و انتخاب حجاب خیلی ها بودن که وسوسه میکردن و میگفتن با حجاب زشت میشید، اما من حجابم رو دوست دارم. برای من زشت و سخت این بود که نگاه های مسموم دیگران رو به خود جذب کنم. حجاب من هویت منه و این هویت منه که مهمه. من اینجا وقتی که دختران با حجاب رو میبینم به اونها میگم ماشاءالله و این یک تفاوت بزرگه. به آمریکا برمیگردیم. Assalamu alaikum, my name is Raquel and I converted a week ago to Islam. راکیل اوری زمانی پلیس ایستگاهی در دیترویت آمریکا بوده است. او میگوید بعد از حادثه 11 سپتامبر و تهمت‌هایی که به مسلمانان زده شد، به تحقیق درباره اسلام پرداخت و بالاخره مسلمان و محجب شد. بهترین هدیه‌ای که من از اسلام گرفتم حجابه. من از حجابم لذت میبرم، به خصوص اینکه در اینجا مردها به چشم خیلی بد به زنها نگاه میکنن. من در جایی محجب شدم که مردا به عنوان یه ابزار به زن نگاه میکنن، به خصوص در لاس وگاس آمریکا.
لورن، جیمی، دیامز و راکیل نمونه هایی از موج اسلام خواهی و حجاب خواهی در جوامع غربی هستند. موجی که زیر فشار سنگین موجود در این کشورها و علیرغم وجود سرکوب و تبلیغات سنگین و محرومیت های اجتماعی همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.